اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند انشاءالله همه شما رو با قرآن مشهور. دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز که با یه برگش رو خدمتتون آوردم، کل قرآنه که بافته شده. اعضای هیئت رئیسه دانشگاه هستن، رئیس دانشکده هستش و یکی از بافنده ها هستش. کدوم یکی از آقا هستن؟ بله، و ایشون هم یکی از اساتید سنتی که زنده باشه. چه مدتی طول کشیده ها این؟ 6 سال. 76 ورقه 62 میلیون گره. خدا انشالله به همتون اجر بده، خدا انشالله همتون رو موفق بداره. این یک یادگاری بسیار عظیمی خواهد بود برای نظام جمهوری اسلامی و برای اعتقاد به قرآن. این کارها از عشق برمیخیزه، عاشقانه این کارها انجام میگیره و همین ارزش داره. اینها جاش موزه آستان قدسه.